وقت شما بخیر. این هفته با توجه به اونچه که پتروس در رساله دوم خودش ازش صحبت میکرد، من به الهیات خوشخوشانی فکر میکردم که باب میل خیلی هاست و مد روزه. به منادیون این الهیات فکر میکردم که دائم در حاشیه زندگی میکنند و حاشیه سازی میکنند و دائم تلاش دارند که افراد دیگر رو هم از تمرکزی که دارند منحرف کنند و به این حاشیه ها بکشونند. بله، الهیات خوشخوشانی، تعالیم چخانی که به تو این اجازه رو میده که از کلام فقط اون قسمت هایی رو برداری که ازشون خوشت میاد، اون قسمت هایی که در تو حسی خوب ایجاد میکنه، به تو انرژی مثبت میده، تو رو نمیترسونه، نه از گناه و زشتیش و نه از داوری. بله، الهیات خوشخوشانی که آزادی رو جار میزنه، ولی آزادی از قید و بندهای اخلاقی رو و با این پیام افراد رو بیشتر در اسارت نگاه میداره. بازگشت مسیح رو انکار میکنه، داوری رو انکار میکنه و در فرد خاطر جمعی ایجاد میکنه که مهم نیست چه گناهی بکنه، مسیح روی صلیب اونا رو هم بخشیده، دیگه داوری نیست، لزومی نداره که باز برای داوری مسیح برگرده. پس در این آزادیت ادامه بده. الهیات خوشخوشانی. ولی حقیقت اینه که مسیح باز خواهد گشت و خدای عادل گناه رو داوری خواهد کرد. اتفاقا این حقیقت که برای بخشیدن گناه لازم می بود که مسیح بر صلیب جسم گناه بشه و داوری خدا بر او بیاد، جدی بودن این امر رو خیلی خوب نشون میده. و اگه خدا هنوز نکرده این کار رو، چون که میخواد فرصت بیشتر بده که مردم توبه کنند و از ناراستی دست بردارند. اما خبری که باید چرت همه رو پاره کنه اینه که این فرصت به زودی به آخرش میرسه. پتروس مینویسه لیکن روز خداوند همچون دزد خواهد اومد که در اون آسمان ها به صدای مهیب از بین خواهند رفت و اجرام آسمانی سوخته شده از هم خواهند پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. و بعد یک سوال مهم برای ما مطرح میشه. پتروس میگه حالا که اینها رو میدونید، شما چطور مردمان باید باشید؟ و واقعا هم ما چگونه مردمان باید باشیم؟ و جواب: در هر کردار باید مقدس باشیم، چنان زندگی کنیم که خدا رو خوش بیاد. و پتروس ادامه میده بنابراین ای عزیزان، ای شاگردان، جد و جهد نمایید تا نزد او بی لکه باشید، بی قصور باشید، بر زندگیتون شالوم حاکم باشه، تو روابطتون هر چیز در جای درست خودش باشه و به درستی عمل کنه تا وقتی که مسیح بیاد شما رو اینطور بیابه. میبینید که برای این کار چقدر به پری روح نیاز داریم، چقدر به دیسیپلین فیض نیاز داریم. پس